أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما یک درس از کتاب بدان، از کتاب علم صرف گراماتیک زبان عربی یک درس گرفتیم و حالا باشد با عون و یاردم الله تبارک و تعالی از کتاب بدان، از کتاب بدان درس دوم را شروع خواهیم کرد. یعنی که حالا این درسی که ما به سمع شما میرسانیم این دوم درس از این کتاب می باشد. درس گذشته ما و شما کلمه در زبان عربی به چند قسم تقسیم می شود گرفتیم. اکنون درس امروزه ما و شما دو موضوع هست. یکم موضوع تقسیم اسم، یعنی کلمه گفتیم به سه قسم تقسیم می شود، اسم است و فعل است و حرف. اکنون اسم باز تقسیم دارد و فعل باز تقسیم دارد. در این درس انشاءالله این دو موضوع را خواهیم گرفت که اولا تقسیم اسم. تقسیم اسم به چند قسم تقسیم می شود؟ اسم چطوره که کلمه به سه قسم تقسیم می شد، اسم همچنین به سه قسم تقسیم می شود. و دوم تقسیم فعل هست. تقسیم فعل به دو قسم تقسیم می شود. فعل به دو قسم تقسیم می شود. پس کلمه به سه قسم تقسیم می شد، اسم و فعل و حرف. اکنون اسم به سه قسم تقسیم می شود و فعل به دو قسم تقسیم می شود. اکنون در این درس ما و شما این موضوع را خواهیم گرفت. یکم صاحب کتاب میگوید که اسم بر سه قسم است. چطوره که ما سه قسم تقسیمش کردیم؟ ثلاثی و رباعی و خماسی است. یعنی نام هاشان یکمش ثلاثی، دوم رباعی، سیوم خماسی. این تقسیمات چی است؟ تقسیمات اسم. ثلاثی، اکنون وقتی ما ثلاثی میگوییم چی معنا دارد؟ رباعی میگوییم چی معنا دارد؟ خماسی میگوییم چی معنا دارد؟ صاحب کتاب همین رو بیان میکنند. میگوید که ثلاثی سه حرفی را گویند، همچون زیدون. ثلاثی کلمه را میگویند که سه حرف دارد، مانند چی؟ مانند زید. کلمه زید را ببینید، زیدون. زید عبارت از سه حرف است. رباعی چهار حرفی را گویند، همچون جعفرون. کلمه جعفر را ببینید، جعفرون. جعفر همچنین چی است؟ چهار تا حرف دارد. خماسی پنج حرفی را گویند، همچون سفرجلون. سفرجلون. این خماسی است. اکنون این بود تقسیم اسم. اسم به سه قسم تقسیم می شود، ثلاثی و رباعی و خماسی. ثلاثی سه حرفی را میگویند، رباعی چهار حرفی را میگویند، خماسی پنج حرفی را میگویند. اسمی که از پنج حرف عبارت شدگی است یا عبارت است. اکنون تقسیم فعل چی؟ فعل میگه بر دو قسم تقسیم میشه. چطور گفتیم فعل بر دو قسم تقسیم میشود؟ ثلاثی قسم یکمش چی است؟ قسم یکمش این ثلاثی است. ببینید، ثلاثی. قسم دیمش چیه؟ رباعی. ثلاثی رباعی. ثلاثی سه حرفی را میگویند، مانند چی؟ مانند ضربه. ببینید، ضربه. رباعی چهار حرفی را میگویند، مانند دحرجه.
دحرج این فعل هست. انا اکنون موضوع درس امروزه ما و شما همین است و بس. صاحب کتاب درباره فعل میگه که فعل بر دو قسم است، یعنی فعل گفتیم بر دو قسم تقسیم می شود، ثلاثی و رباعی. ثلاثی و رباعی. ثلاثی سه حرفی رو گویند همچون ضربه. ثلاثی سه حرفی رو میگویند مانند چی؟ مانند ضربه. رباعی چهار حرفی رو میگویند. رباعی کلمه که چهار حرف دارد مانند چی؟ مانند دحرجه. مانند دحرجه. اکنون این هست درس امروزه ما و شما، یعنی که کلمه به سه قسم تقسیم می شود. قسم یکمش اسم بود. اسم اکنون به سه قسم تقسیم می شده است. ثلاثی. ثلاثی یعنی سه حرفه. حساب کنید، حرف ز، حرف یا، حرف دال. زیدون سه حرف است. هر نامی که سه حرف است او را اسم ثلاثی اش میگویند. اسم ثلاثی. رباعی چهار حرفه، مثلا جعفرون، جیم، عین، ف، ر. این چهار تا حرف، این اسم چهار تا حرف که دارد این رو میگویند رباعی. پس اسمی که چهار حرف دارد اون را نامش اسم رباعی هست، یعنی اسمی که دارای چهار حرف است. اکنون خماسی، سوم قسم اسم خماسی است. مانند چی؟ مانند سفر جلون. ببینید سین و ف و ر، جیم و لام، 5 تا حرف. برای هم خاطر چی میگن؟ این را میگن اسم خماسی، یعنی اسم 5 حرفه. اکنون این تقسیم چی بود؟ تقسیم اسم. باز اسم های هست که زیاده از 5 حرف است، یا اسم های هست که 6 حرف 7 حرف هستند. پس اونها را انشاءالله در آینده میخونیم که اونها را ثلاثی مزید گفتنی با اسم ها داریم، رباعی مزید گفتنی اسم ها داریم، خماسی مزید گفتنی اسم ها داریم. این را در آینده انشاءالله خواهیم خواند. اکنون این بود درباره اسم و معلومات درباره اسم. اکنون تقسیم فعل. فعل گفتیم به دو قسم تقسیم می شود. یکم ثلاثی است، مانند ضربه. ضربه یعنی که زد. ببینید زد ثلاثی، ضاد، ر و ب سه حرف که دارد، برای هم خاطر میگن ثلاثی. اکنون با فعل رباعی می شود، مانند چی؟ مانند دحرجه. مانند دحرجه. نیا که دال و ح و ر و جیم 4 تا حرف که دارد، اینا میگن فعل رباعی. پس فعل 3 حرفه می شود و 4 حرفه می شود. فعل 5 حرفه نمی شود. حرفای اصلیش، حرفای زایده قطعی می آید 5 حرف، لیکن حرفای اصلی قطعی فعل 5 حرفه نمی شود. ببینید اسم 5 حرفه می شود، لیکن فعل 5 حرفه نمی شود. اسم فقط، فعل فقط 3 حرفه و 4 حرفه است و بس. پس این بود دوم درس ما و شما از کتاب بدان درباره تقسیم اسم و تقسیم فعل. و در اینجا این درس را به پایان میرسانم و امیدوار هستم که از این درس فایده به دست آوردید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.